با سلامی گرم از پراگ به همه دوستان و بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی نویدی بومدودی تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز 26 نوامبر است و ساعت به وقت پراگ 7. قبل از آن که من شهلوگ خوجه به خبرها رجوع کنم، از بود و هوا میگویم که نیز برای کار و زندگی ما و شما به تاثیر نیست. در پایتخت جمهوری چک که از اینجا با شما از آن صحبت دارم، هوا ابری بوده. در جریان روز تا 8 درجه گرم می شود. در مسکو مکانی بود باشه اکثریت شما مجرمین توجیک نیز هوا ابری است و حرارت 3 درجه زیر صفر را تشکیل میدهد. در دوشنبه همین گونه هوا امروز ابری است و روزانه تا 8 درجه گرمی پیشگویی شده است. انتقال پول مهاجران کره توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند با ادعای آنکه رسانه‌ها به این امور آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم ساله اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ 2 برابر کمتر نظر به نشاندهنده‌های سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال داده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره کریم و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کاری مهاجران خارجی هم تاثیر گذاشت. در واقع بینندگان عزیز، رئیس بانک ملی تاجیکستان میگه مسئله بازخوان کردن اجازتنامه فعالیت اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، دو بانک کلانترین تاجیکستان، در میان نیست. این گفته جمشید نور محمدزاده در پاسخ به پرسش وکیلان مجلس نمایندگان اخیراً صدا داد که از تقدیر امانتگزاران این دو بانک نگرانی کردند. جناب نور محمدزاده همزمان گفت که روند بازگردانیدن مبلغ‌های مشتریان از سوی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک ادامه دارد و رهبریت این بانک ها تلاش میکنند وضع را بهتر کنند. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان هم گفت مشکل این دو بانک باید به زودترین فرصت حل شود، چون باوری مردم به بانک ها کنده شده است و باید آن را برگرداند تا مردم پولهایشان را در بانک ها بگذارند. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک پس از رکود اقتصادی روسیه و کاهش قابل ملاحظه پولهای فرستاده مهاجران دچار مشکل شده در پرداخت پول مشتریان عاجز ماندند. تا به حال پرداخت پذیری این بانک ها پورا برقرار نشده است و ده ها امانتگزاران هنوز انتظار بازگرداندن مبلغ‌هایشان از بانک ها هستند. قبلا چند از سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان مشورت داده بودند که بانک‌های دچار مشکل را مفلس اعلان کرده و دیگر در فکر نجات آنها نباشند. سال گذشته در پی بحران بانک‌ها در تاجیکستان فنون بانک و تاجپروم بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. حالا این دو بانک اموالشان را به فروش گذاشتند. روز 28 نوامبر در شهر بیشکک قرقیزستان سمیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا خود سپات برگزار خواهد شد. در این باره سردار شعبه سیاست خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان دانیور سیدیقوف اطلاع داد. با گفته او در سمیت پرزیدنت های بلاروس، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان اشتراک خواهند کرد. رهبران کشورهای مذکور 21 مسئله را بررسی میکنند. در جلسه با تشبث قرقیزستان اظهارات درباره همکاری‌های مشترک برای مبارزه با تهدیدهای منطقوی و جهانی امضا خواهد شد. همچنین در دایره آن جلسه وزیران خارجه و دفاع و کاتبان شورای امنیت کشورهای سپات برگزار می شود افزود وی. همچنین پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف روز 27 نوامبر به قرقیزستان سفری دولتی انجام میدهد. سپات در سال 1992 تأسیس شده. عین حال قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس اعضای آن می باشند. سپات با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است.
کمیته نظارتی اجنسی جهانی مبارزه با دوپینگ و یا دواهای روح‌افزا به کمیته اجرایی این سازمان مشورت داده است که روسیه را برای 4 سال شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی محروم کند. در این باره شام دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است. از این مشورت برمی‌آید که ورزشکاران روسیه امکان خواهند داشت که در بازی‌های المپیک سال 2020 در شهر توکیو و بازی‌های زمستانه المپیک در سال 2022 زیر پرچم بی‌طرف و در حالت ثابت نمودن احترام قانون‌های مبارزه با دوپینگ راه داده می‌شوند. منتخب روسیه از شرکت در بازی‌ها محروم خواهد بود. بر علاوه کمیته مشورت داده است که در دوام 4 سال آینده در روسیه مسابقه بزرگ بین‌المللی برگزار نشود. شام 26 نوامبر پلیس گرجستان جمع آمده را که در آن تقاضای اصلاحات نظامی انتخاباتی کشور را طلب می‌کرد از نزد بینای پارلمانت پراکنده کرد. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که 2 عضو حرکت متحده ملی اکو میناشویلی و گیا تویتورادزه بازداشت شدند. اکنون پلیس در اومدگاه پارلمانت را تحت نظارت قرار داده. اعتراضگران گرد اطراف آن را اشغال کردند. آنها منتظر دستگیری هستند تا امکان ندهند که قانونگذاران گرجی به بینای پارلمان داخل شوند. اعتراضگران روز یکشنبه بعد از آن جمع شدند که حزب حاکم آرزوی گرجی از تغییر قانون انتخابات خودداری کرد. اعتراضگران از میدان جمهوری به طرف بینای پارلمان حرکت نموده دعوت کرده بودند که حکومت به استعفا رفته انتخابات پیشکی برگزار گردد. سازمان بین‌المللی حقوق بشر امنستی اینترنشنال میگوید ریاست ملی امنیت افغانستان هفته گذشته 2 حامی حقوق بشر را که درباره آزار جنسی کودکان گزارش پخش کرده بودند خودسرانه به حبس گرفتند. در اظهارات این سازمان که 25 نوامبر نشر شد، این گروه مستقر در لندن میگوید موسی محمودی و احسان الله حمیدی 21 نوامبر در راه به ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بازداشت شدند. امنستی اینترنشنال تقاضا کرده است که 2 حامی حقوق بازداشت شده فوراً رها گردند. به قول سازمان این 2 نفر که درباره بچه‌بازی یا خود پدافیلی در محل زیستشان ولایت لوگر به رسانه‌ها معلومات پخش کردند، بارها مورد تهدید از سوی مقامداران محلی قرار گرفته بودند. بعد از صحبت با آنها روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که در 6 مکتب ولایت لوگر کمش 546 بچه‌ها آزار دیده و بعضی از آنها حتی کشته شدند. به نوشته گاردین این حامیان حقوق بیش از 100 نواری ویدیویی آزار کودکان را پیدا کردند. مقامات افغان این عیب‌نامه را رد می‌کند. روز گذشته دادگاه در شهر سنت پترزبورگ یک زاده این شهر را برای قصد کشتاری شهروند تاجیکستان به 8 سال و 3 ماه زندانی نظامش سنگین حکم نمود. الکسی لویچوس با اون عیبدار شد که به سوی مجزن تاجیک سمدفی 24 ساله 3 تیر خالی کرده او را از سر و دستش مجروح نموده است. حادثه 22 فوریه سال گذشته در نزد درآمدگاه منزل سمدف رخ می‌دهد. لویچوس از جای حادثه فرار می‌کند. طبیبان توانستند مجزن تاجیک را از مرگ نجات بدهند. به قول نشریه فانتانکا فرمایش کشتن سمدف را در زمینه خصومت شخصی آنتون ایکونیکوف داده است. بدبینی از آن آغاز یافت که سمدف به حیث پاسبان در بازار اجازه نداده است که ایکونیکوف با ماشین وارد بازار شود. در نتیجه هر دو بحث و زنی کردند. پس از این ایکونیکوف در فکر انتقام می شود و برای کشتن سمدف لویچوس را پیدا می کند. پرونده آنتون ایکونوف در علیحدگی محاکمه خواهد شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهد که در 9 ماه سال جاری نجات دهندگان در پی 539 دعوت کمک 146 نفر را نجات دادند که 31 نفر آنها بعد باز کردن درهای بسته آهنی از خطر رها شدند. به قبل این نهاد وقت‌های آخر مراجعت‌های ساکنان در مورد گشودن در منزل‌ها با استفاده از تجهیزات مخصوص در ناحیه‌های گوناگون شهر دوشنبه زیاد شده است. در یکی از این خانه‌ها حتی کودکان خردسال نیز مانده بودند. کمیته هشدار می‌دهد که والدین نباید کودکان خود را در خانه تنها و بی نظارت گذارند و همزمان تاکید می‌کند که باید به فرزندان فهمانده شود که به هنگام بسته شدن در خانه ها باید قلف را چگونه باز کنند. و خبری ورزشی نیز داریم. بهادر عثمانوف مجزن معروف تاجیک در مسابقه بین‌المللی اوید به بوکس به خاطر شاکر بالتقولی پایه‌گذاری بوکس هوسکاری در قزاقستان که روزهای 21 تا 24 نوامبر در شهر اقتاف دایر گردید برنده مدال طلا شد. بهادر در رقابت‌ها در وزن تا 63 کیلو به چهار رقیبش پیروز آمد. در این مسابقه بین‌المللی که بار 12 برگزار شد بیش از 70 ورزشگر از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه و ازبکستان شرکت داشت.
ضمناً این ششمین مدال بهادر عثمانوف در موسم سولی روان می باشد. او در قهرمانی آسیا 2019 مدال طلا و در مسابقه های بین المللی امسال 3 نشانی طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورد. و اکنون بینندگان عزیز، چون معمول از قرب اسعار خارجی برای امروز میگوییم که از سوی بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. 1 دلار برابر است به 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم ارزش دارد و 1000 روبل روسی امروز 151 سومانی و 70 درم رو تشکیل میکند. و تشکر میگم بینندگان عزیز که طول این چند دقیقه ما رو همراهی کردید و از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آگاه شدید. من شما رو در دوام روز بازم با گزارش‌های جالب منتظر میشوم. ما رو همراهی کنید و روز خوب در پیش داشته باشید.